به نام پروردگار مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر. حضور شما بیننده های محترم، عرض میکنم که در خدمتون هستیم با سلسله برنامه هایی که به جهت آموزش روش های مدیریت خشم برای شما تهیه شده و میشه. ما میخوایم یاد بگیریم که خشم چیز بدی نیست، به جاش میتونه کارکرد داشته باشه و به جاش میتونه آسیب زننده باشه. برای همین امروز من در ارتباط با فیزیولوژی خشم و چرایی وجود خشم با شما کمی صحبت خواهم کرد. انسان ها گذشته بر این وقتی که در جنگل زندگی میکردن و یا غارنشین بودن، به سبب شرایط محیطی که توش قرار داشتن این امکان وجود داشت که مورد حمله قرار بگیرن. حیوانات درنده، زلزله، طوفان و اقوام دیگه، قبایل دیگه به اونها حمله میکردن و آسیب میزدن بهشون، حیاتشون رو به خطر مینداختن. خداوند انسان رو طوری خلق کرده که وقتی که عاملی از بیرون تهدید برای انسان محسوب میشه و حیاتش رو به خطر میندازه، این انسان بتونه به واسطه جنگیدن از خودش دفاع بکنه. برای اینکه یک انسان بتونه بجنگه باید مهیا باشه، باید قوی بشه، باید زورمند بشه و این زور و قدرت در درون انسان به واسطه یک سری تغییرات بیوشیمیایی اتفاق میفته. بعد از اینکه انسان عامل تهدید رو حس میکنه در بیرون، مغز دچار تحولاتی میشه، هورمون‌هایی در مغز تولید میشه که در نهایت این هورمون‌ها به غده فوق‌الکلیوی میرسه و غده فوق‌الکلیوی آدرنالین، نورادرنالین و کورتیزول ترشح میکنه و این سه تا هورمون فرد رو مهیا میکنن برای اون عکس‌العمل خاص، برای دفاع از خودش. ضربان قلب در اینجور شرایط بالا میره، تنفس تند میشه، چربی خون، قند خون میره بالا، عضلات قوی میشن، منقبض میشن، دستگاه گوارش غیر فعال میشه و به همین ترتیب در مجموع انسان شرایطی به وجود میاد براش برای اینکه بتونه حمله بکنه. خب در اون موقع و برای دفاع از خود این شرایط لازم بود، ما بایستی به این ترتیب میشدیم که بتونیم از خودمون دفاع بکنیم. اما الانی که تو شهر هم داریم زندگی میکنیم، موقعی که به ما توهین میشه، توقع اتفاقی نداریم، قرار بوده به ما اضافه حقوق بدن ندادن، قرار بوده به موقع ماشین بیاد دنبال ما نیومده، قرار بوده همسرمون برای ما یه کاری بکنه یادش رفته و در مقابل بدرفتاری ها و توقعاتی که داریم وقتی قرار بگیریم ما همچنان خشمگین میشیم و نمیدونیم که چی کار بکنیم، رفتارهای بد از خودمون نشون میدیم. در اینجا برای که ما بتوانیم این نیرویی که در ما به وجود اومده و الان زائده، کاری باهاش نداریم چون الان تو شهریم، نمیخوایم از خودمون دفاع بکنیم، نمیخوایم بجنگیم، این رو تخلیهش بکنیم و یا آرامش بکنیم، روش هایی وجود داره. در خشم همونجور که گفتیم انرژی از قفسه سینه بالا زیاد میشه، در عضلات سینه‌ای بزرگ، بازو، ساعد و دست. اگه ما بتونیم به یک روش اینها رو، این عضلات منقبض رو بکشیم، لحظاتی نگه داریم و بعد رها کنیم، خیلی تونستیم با خودمون کمک بکنیم. ما به دو روش میتونیم این کار رو انجام بدیم که دست هامون رو بکشیم، عضلات قفسه سینه، شانه، بازو، ساعد و دست ها کشیده بشن و نگهشون داریم تا اینکه انقباضشون رفع بشه. میکشونیم که شونه ها رو بیاریم بالا و حالا که شونه ها بالا، دست رو از شانه تا مچ بکشیم و بعد پنجه دستمون رو باز بکنیم، اینه که داریم یه چیزی رو وجب میکنیم. در این صورت همونجور که ملاحظه میکنید تمام عضلات قفسه سینه، بازو، ساعد و دست داره کشیده میشه. فرمول اینه که این کشش رو که بهش میگن کشش ساکن 5 ثانیه حفظ بکنیم بعد رها بکنیم. بنابراین
توی این وضعیت 5 ثانیه میمونید. حالا رها میکنید. مجددا به همین ترتیب شانه ها رو میبرید بالا، نگه میدارید. 5 ثانیه این کشش حفظ میشه. دست کاملا در این نقطه از شانه تا مچ داره کشیده میشه. رها میکنید. یه روش دیگه اینه که دستا رو جلو بیاریم و بکشیم. همین کار در حالی اتفاق بیفته که دستا جلوه. الان شما نمایش بدید. دست به جلو میاد، کشیده میشه. عضلات قفسه سینه، بازو، ساعد و پنجه ها در حال کشیده شدن هستش. رها میکنیم، میندازیم. بعد از 5 ثانیه مجددا بیاریم بالا. برای که تمرکزمون بیشتر بشه، برای که بهتر بتونیم انجام بدیم، میتونیم همراه بکنیم این تکنیک رو با نفس. موقعی که دستا رو میخوایم بیاریم بالا دم میگیریم، موقعی که کشش رو انجام میدیم بازدم. یه بار انجام بدیم. شما دقت بکنید از اینجا به بالا دم 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 دم. حالا کشیدن. 5 ثانیه این کشش رو حفظ میکنیم، رها میکنیم. بار آخر برای که قضیه جا بیفته، دم 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 از سوراخ‌های بینی دم میکشیم، از دهان و یا بینی هوا رو خارج میکنیم. بسیار عالی. دستاتون رو لطفا بندازید. بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم، چند لحظه چشم‌ها رو میبندیم. سعی میکنیم شانه ها افتاده باشه، عضلات چهره رها باشه. به حس خودمون از قفسه سینه و دست ها توجه میکنیم که ببینیم چقدر رها هستن، چقدر آرام هستن. اگر که در این لحظه به خودتون توجه داشته باشید، خواهید دید که احساس سبکی و آرامش به خصوص توی قفسه سینه دارید. به این ترتیب وقتی که شما مرتب این تمرین رو انجام بدید، اون انرژی زیادی که عرض کردم برای این در بدن به وجود میاد که ما قدرت پیدا بکنیم که بتونیم بجنگیم. ولی الان در زندگی شهرنشینی خب این جنگ وجود نداره، تخلیه میشه. اگر این اتفاق نیفته، یعنی این انرژی ها از دست، قفسه سینه، شانه، از گلوی ما تخلیه نشه، به یک جایی میرسیم که کنترل خودمون از دست میدیم و یکهو رفتار پرخاشگرایانه، عصبانیت از خودمون بروز میدیم و متاسفانه این رفتار باعث تخریب میشه روی انسانهای دیگه و اون چیزیه که ما نمیخوایم اتفاق بیفته و به همین خاطر این تمرینات رو به صورت پیشگیرانه انجام میدیم. امیدوار هستم که مثل همیشه بتونید تمرینات رو مرتب توی زندگی جایی براش باز بکنید، انجام بدید تا انشاءالله بتونید در ارتباطات انسانیتون موفق باشید، پیروز باشید. تا برنامه آینده.